نفس هیچ نگاهی به درون خودش نداره. پس از اینجا بیرون رویش آغاز میشه. شروع میکنه خودش رو بیرون، دوست داشتنش رو بیرون پیدا کنه. ولی متاسفانه یه مشکلی وجود داره و اینکه بیرون هرگز نمیتونن ما رو بپذیرن. چرا؟ چون خودشون پذیرفته نیستن، ذاتشون رو نمیشناسن. دوستان سلام، خیلی خوش آمدین به کانال من کیستم. انشالله که هر جایی هستین حالتون خوب و پر از عشق و سعادت باشین. دوستان امروز میخوام در مورد من دروغین، شکل‌گیری چجوری شکل گرفته صحبت بکنیم و اینکه چرا میگن در توهم، رنج توهم، مکان توهم، زمان توهم، جایی واسه رفتن نیست، کاری واسه کردن نیست. فهمیدن اینها یه مبحث، رسیدن بهش یه مبحث جداست. عمدتاً دوستان ما اگر دلایل بنیادین دردمون رو بررسی نکنیم، رهایی ازش امکان پذیر نیست. هر کس یک نسخه شفایی دست بگیره و بیاد بهت بگه آقا شما این کارو انجام بده و قرار خوب بشی، نه، اصلا اینجور چیزی نیست. انسان باید دلایل دردش رو بررسی بکنه. ببینیم آقا دلایل امروز درد من چیه دیگه؟ آخه چرا من امروز درد میکشم؟ بنیادی ترین سوالات ذهنیمو باید واسش جواب پیدا کنم. غیر از این نمیتوانم از درد رها بشم. و اون جواب اون سوالات در درون خودمه تا بتونم دردهامو بررسی بکنم. حالا در مبحث اول که من صحبت کردم، مختصر کوتاه صحبتی در مورد این که آقا آنچه که فعلا نیاز داریم این چه که آقا ما کیستیم، از کجا اومدیم، اصلا ماهیت حقیقیمون چیه، به کجا میریم، هدف خلقتمون چیه، که حداقل بتونیم همه چیز رو با خویش حقیقی مقایسه بکنیم. امروز میخوام در مورد من دروغین صحبت بکنم که این من دروغین چیه و چجوری اون خویش خودش رو هم هویت کرده با این من دروغین. ببینین عمدتاً خویش به وسیله افکار هم هویت شده. نفس ما، ایگو یا من دروغین، هر کسی یه اسمی میذاره روش دیگه، به وسیله افکارش و احساساتش، باورهاش، الگو، تمام اینها بهش میگن هم هویت شدگی. ولی مبنا و ریشش از افکاره. یک صدایی مدام در ذهن من داره من رو قضاوت میکنه، دیگران رو قضاوت میکنه، منو سرزنش میکنه، دیگران رو سرزنش میکنه، واسه آینده برنامه‌ریزی میکنه، مدام میره تو گذشته، مدام میره تو آینده، از آینده میترسه، از گذشتهش در اندوه. این صدا به عنوان افکار من باش هم هویت شدم. یعنی اون خویش مطلق، اون کله، به محضی که به اصطلاح دنیا میاد در این جسم، در این جهان، جلو آینه وای میسه و این فرم رو میبینه، میگه من اینم. باور پیدا میکنه، افکار شروع میکنه، اطلاعات بیرون، جامعه، آداب، رسوم، هر آنچه که هست شروع میکنه اینا رو بهش چی دادن و اینا رو میگیره و یک شخصیتی میسازه از اون و با اون شخصیت زندگی میکنه، رؤیا میسازه و و و و و. حال خود حقیقی که مشخص شد حد و حدود، چون یک دانش عظیمی داره اینکه خود حقیقی اصلا چیست و یه دانش عظیم تری که آقا این من دروغین چیست، که اینا رو باید پله پله آروم آروم کار بشه. ذات خود حقیقی آگاهی محضه. آگاهی محض، خداوند، یگانگی، عشق، آمدنیه، به دست آوردنی نیست.
شما فضایی رو درونت ایجاد میکنی به وسیله بررسی احساسات، بررسی دردها، دلایل رنج. فضایی رو ایجاد میکنی که اون آگاهی خودش با مشاهده‌گری احساسات و افکار به روش و شیوهی که انجام میشه، تمام این احساسات و افکار به خود آگاهی تبدیل میشه. پس امروز در مورد من دروغین صحبت میکنیم که بدونیم آقا دلایل درد و رنجم چیه. ببینید دوستان، در بدو تولد به محضی که ما دنیا میایم به دنبال دوست داشته شدن، پذیرفته شدن و احساس تعلق. ما نیاز داریم به دوست داشتنی بودن، احساس تعلق، تجربه معنوی. ما نیاز داریم به اینها. وقتی ما دنیا میایم تمام اینها رو از بیرون مجبوریم بگیریم. یعنی پدرم، مادرم، خانوادم، حالا ما در رأس اول میذاریم پدر و مادر. خب من به شدت این دوست داشته شدن یا عشق رو جستجو میکنم دیگه. پس مجبورم اینو بیرون به دست بیارم. متاسفانه بیرون عشقشون بی قید و شرط نیست، مثل ذات مطلق من، مثل خداوند. با قید و شرط من رو دوست می‌دارن. یعنی شما زمانی پسر خوبی هستی، زمانی دختر خوبی هستی که این کار و این کارو بکنی. اگر طبق چنین رفتارهایی که بهت گفته شده بری، تو خیلی بچه خوبی هستی، تو دوست داشتنی هستی، تو تعلق داری، احساس تعلق داری به خانواده، به آن جایی که هستی، به جامعه. اگر غیر از اینها رفتار بشه، نه، تو طرد شدی. پس من در بدو تولد چون به دنبال دوست داشته شدن هستم، احساس تعلق و پذیرفته شدن هستم، مجبورم اینو بیرون جستجو کنم و اون عشق و اون امنیت و اون دوست داشتنی بودن رو واسه خودم تضمین کنم که آری من واسه دیگران یک موجود دوست داشتنیم. از اینجا متوجه میشیم ذهن یعنی بیرون، نفس یعنی بیرون. نفس هیچ نگاهی به درون خودش نداره. پس از اینجا بیرون رویش آغاز میشه. شروع میکنه خودش رو بیرون، دوست داشتنش رو بیرون پیدا کنه. ولی متاسفانه یه مشکلی وجود داره و اینکه بیرون هرگز نمیتونن ما رو بپذیرن. چرا؟ چون خودشون پذیرفته نیستن، ذاتشون رو نمیشناسن، عمدتاً از پدر مادرها طرد شدن، طبق میل دیگران نیستن، یا یه سریاشون هستن یه سریاشون نیستن و نمیتونن عشق رو واسه خودشون تضمین کنن. پس ما وقتی نتونیم عشق رو واسه خودمون تضمین بکنیم مضطرب میشیم، دچار اضطراب میشیم. اضطراب باعث میشه ما احساس کنیم کنترل خودمون و زندگیمون رو از دست دادیم. مضطرب میشم دیگه. شما فکر کن هیچ کس دوستت نداره، سریعا مضطرب میشی. پدر دوستت نداره، مادر دوستت نداره، خالت دوستت، هیچ کس. سریعا اضطراب میگیری. به محضی که مضطرب شدی شروع میکنی کنترل زندگی تو کنترل میکنی. حالا میخوای طبق میل اونها در بیای دیگه، درسته؟ وقتی میخوای طبق میل اونها باشی مجبوری یک من ایدئالی بسازی در آینده که اگر به اون تبدیل بشم من یک موجود دوست داشتنیم. حالا اون یک فرم یا یک شخصیت یا یک من ایدئالیه که در آینده است. من دروغینت از این من ایدئال شکل میگیره. این ویدیو رو باید چند بار ببینید تا متوجه بشید. حالا چون شما میخوای به اون منی که هر کدومتون بچه‌ها تصور بکنین در ذهنتون، اگر چجوری باشین خوبین، یا آدم محکم، قدرتمند، ثروتمند، شهرتمند، نمیدونم،
یک تصویری از خودت در آینده داری، اون به عنوان من ایدئال. حتی وقتی وارد مسیر معنوی شناخت خودت هم میشی یا میخوای بیدار بشی، عمدتاً خودت رو داره با اون مقایسه میکنی. این یکی از بزرگترین مشکلاتیه که عمدتاً کسایی که تو مسیرن توش گیر میفتن. یک معنی ساختن به عنوان یک من بیداری که نمیدونم یا مولاناست یا شمسه یا بسطامیه، یا یه منی میسازن و اون من دست نیافتم. اون مولاناست، اون بسطامیه، اون شمسه، اون خود تو با خودت باشی. تو نمیتونی مقلد باشی. پس حتی من تو مسیر معنوی هم یه خود برتری میسازم، یه من ایدئالی میسازم. پس من الان اگر اینجا نشستم، اگر 50 سالمه، اگر 40 سالمه، اگر 20 سالمه، اگر 60 سالمه، نرسیدم به اون من ایدئال که راضی باشم، بقیه‌اش هم قرار نیست برسم. این دلیل درد منه. حالا این من دروغینی که من ایدئالی که من دارم میخوام بهش برسم، با یه سیستمی کنترل میشه به نام سیستم غرور که با باید و نبایدها برنامه ریزی میشه. یعنی چی؟ یعنی اگر اون من ایدئال، مثال بهت بزنم، در آینده، اون منی که یا هر شکل و فرمی داره دیگه، مثال رضا باید اینجوری، اگر من اینجوری بشم آدم خوبیم. اگر طبق بایدهای اون عمل بکنی، نفس فکر تو رو تشویق میکنه. مثال توی جمع باید اینجوری صحبت کنی، باید یه آدمی باشی با متین، با وقار، با فلان. اگر طبق این صحبت بکنی یه جای تو جمع، اون من ایدئال است دیگه. اگر طبق این صحبت بکنی، نفس به تو پاداش میده، احساس کافی بودن میکنه، حالت با خودت خوبه. ولی اگر طبق نبایدت عمل بکنی، نفس تو رو تنبیه میکنه و بهت میگه چی؟ تو به هیچ دردی نمیخوری. چرا؟ چون طبق من ایدئالت نبودی. خب پس من در ابتدا ترس از دوست داشتنی نبودن دارم. بچه ها الانم که اینجا نشستین، اگر میگم یکی از بزرگترین چیزهایی که تو مسیر شناخت خود استفاده میشه، سوالاتی که از خودت میکنی. اگر یه سوالی از خودت بکنی درد میکشی، آیا کسی منو دوست داره؟ امکان نداره برسی به بله. میتونی امتحان کنی. یه سوالی از خودت بکن و بگو آیا کسی منو دوست داره؟ نه. هر سنی داری بقیه‌ش هم همینه. پس من در یک ترس از دوست داشتنی نبودن زندگی میکنم. حالا برو ببین چقدر کار کردی تا دوست داشته باشی ولی هنوز ذهنت قبول نمیکنه. پس ترس از دوست داشتنی نبودن، پذیرفته نشدن، در بدو تولد در درون من نهادینه است. پس من احساس طرد شدگی و انزوا دارم بدون اینکه متوجه بشم. حالا این طرد شدگی و انزوای من از دیگران نیست. نفس من مدام این رو به من القا میکنه. طرد شدگی من از ذات خویش مطلق من، از خداونده. من خودم رو نمیشناسم، خودم رو طرد کردم. من نمیدونم اصلا کیم. از ذهن من چون نمیدونم کیم، به کجا باید برسم، میاد تمام دلایل طرد شدگیشو میذاره رو پدر، مادر، خانواده، جامعه یا هر چیزی. اون طرد شدگی رو در ذهن تجربه میکنه. حالا اینکه من به دنبال دوست داشته شدن هستم، ترس از دوست داشتنی بودن دارم، دوست داشتنی نبودن دارم، باز برمیگرده به اون خویش. شما قبل از اینکه دنیا بیای پذیرفته شده بودی؟
دوست داشتنی هستی. خداوند عشق بی قید و شرط دیگه، بی قید و شرط، یعنی هیچ قید و شرطی توش نیست. اگر قید و شرط بذاره تو رو در بند کرده. از قبل از اینکه دنیا بیای تو دوست داشتنی هستی. قبل از اینکه دنیا بیای تو پذیرفته شده هستی. حالا واسه اون که برسی به اون باید صدهای سر راهشو برداری، سرکوبیات تو برداری. رسیدن به آگاهی محض، به خویش حقیقی بدون بررسی عمیق‌ترین احساسات من غیر ممکنه. این که میشینن میگن آقا ما رفتیم درون، وای نور بود، این بود، اون بود، این دیدیم، همش دروغه. اونی که بره درون چیزی جز درد نمیبینه. وای معجزه دیدم، وای، اینا همش دروغه. نمیدونم واسه کسی که بره تو شناخت خودش، چرا واسه اونی که در جهان ذهن در بیرون عمل میکنه چرا ما اینو داریم، ولی اونی که بخواد خودش رو بشناسه و عمیقاً درونش رو بررسی بکنه مجبوره با بخش‌های درونیش روبرو بشه، با خودش روبرو بشه، با طردشدگی‌هاش روبرو بشه. طردشدگیشو نذاره واسه پدر، مادر، دوست داشته نشدنشو نذاره واسه احساس تنهاییشو نذاره واسه اونا. من وقتی از معشوقم جدا هستم، خالقم جدا هستم، احساس تنهایی دارم. این انزوا تنهایی من از کل من یگانگیمو از دست دادم. پس تا بر نگردم به یگانگی خودم که بالاترین درجه از سطح آگاهیه که یک روح رسالتش رو زمین همینه. اگر رسالت اینه به زمین کمک کنه، خیلی ها قبل از ما اومدن و کردن. اگر رسالت اون اینه قدرتمندترین فرد زمین بشین، خیلی ها اومدن رسالت انجام. نه، رسالت این نیست. شما ذات منشأ رو شناختی، یه تجربه گره که واسه شناخت خودش حرکت کرده، پس دیگه خیلی مشخصه، هدفت مشخصه دیگه، دلیل دیگه نداره. اینو با هر دو تا چهار تایی میتونی بهش برسی، خیلی هم راحت. متوجه میشه رسالتت همینه، هیچ رسالت دیگه نداری. حضرت علی در نهج البلاغه میگه خود شناسی خدا شناسی. هر کدوم از این عرفا رو بری همینه. پس دلایل درد رنج من برمیگرده به من دروغین من. من دروغین من صرفاً از سیستم هایی که توضیح دادم شکل گرفته. این سیستم پایشه که میشه غرور. ترس از دوست داشتنی نبودن، اضطراب، تضمین کردن عشق، حرکت به سمت بیرون. پدر مادرت میگن اینجور بچه‌ای خوبه، خانوادت میگه اینجور بچه‌ای خوبه، بابات میگه اینجور بچه‌ای خوبه، نمیدونم جامعه بهت میگه آقا اینجور بچه‌ای خوبه، اینجور فلانی خوبه، یه من ایدئالی میسازی. حالا اون من ایدئال تو آینده است، آینده‌ای وجود نداره، هرگز نمیتونی برسی. به وسیله افکارتون رو ساختی، به وسیله تصویرت. خیلی ساده است. اینجا بشین فکر کن، مثلا شما من ایدئال 5 سال دیگه مثلا من اونا. این فکر عزیزم، این تصوره، الان لحظه حاله و اون هیچ واقعیتی نداره. این به درد میده. پس من خودم رو فراموش کردم، خود حقیقیمو فراموش میکنم، طرد میکنم، خودم رو میسپارم به یک منی که که ایدئاله و در آینده است. و اون منی که در آینده است تا بهش نرسم حالم خوب نمیشه. خب سیستم غرور، باید نباید، تنبیه و پاداش. اینم یک مختصر توضیحی در مورد من دروغینته که حالا بیای بخش‌هاشو شروع کنیم باز کردن. بخش رنجش، بخش طرد شدگی، بخش نارضایتی، بخش خودصادقی، بخش این، تمام بخش‌هاش، تا خودتو بدونی کجا رو کنترلی، کجا رو غروری، کجا رو حسادتی، کجا رو قضاوتی، کجا رو کینه‌ای، چجوری شاهد بشی و دونه دونه بیای بالا. حالا این من دروغین دوستان
فرم و شخصیتیه که من دارم به عنوان امیر، رضا، مهدی، هر فرمیه که من دارم. اگر با اون کل مقایسهش بکنیم، اون خویشی که واسه شناخت خودشون تجربه گر حرکت کرد کاملا توهم گونگی منو میفهمی. حالا این من در پایه روانیش اینجوری شکل گرفته، در پایه احساسیش. حال در حقیقت کل یوم ساختار این من همینه، ولی به بخش‌های مختلفی تقسیم میشه که اون بخش‌ها رو باید بررسی کنی. آگاهی خودش رو به بخش‌های مختلفی تقسیم کرده و ما خودمون رو تیکه پاره کردیم. یه بخش مغروره، یه بخش حسادت داره، یه بخش کینه داره، یه بخش نفرت داره. اینا رو باید باش روبرو بشم. ولی اگر درست منظم بر فرم عواملم نفسامو بشناسم، نفس اماره، لوامه، ملهمه، نمیدونم، عالم خیال، عالم مثال، عالم من، اگر اینا رو بشناسم خیلی سخت نیست. ولی اگر نخوام اینا رو بشناسم یه مقدار کارم رو سخت میکنه. پس ما میایم چیکار میکنیم؟ شکل و فرم خود حقیقی که توضیح دادم مختصر، اینم یک مختصر توضیح بود از من دروغین که از کجا شکل میگیره. پس دوستان ما از بعد تولد دنبال دوست داشته شدنیم دیگه، میخوایم اینو تضمین کنیم واسه خودمون. قول یکی از عرفا میگه آقا واسه چی تلاش میکنی مردم از خودت راضی کنی؟ این جماعت اکثرا از خدا ناراضی هم. چرا؟ چون اونا هم با یه من دروغین داره زندگی میکنن. اونا هم صرفتا حالشون خوب نیست. پس تو نمیتونی از کسی که حالش خوب نیست دوست داشتن رو تجربه کنی. از کسی که تجربه از عشق نداره نمیتونی عشق رو تجربه کنی. پس این شکل و فرم من دروغینه. حال این که بخوایم از کجا شروع بکنیم من رو بشناسیم. در جلسه بعد دوستان من در مورد فکر توضیح میدم، اینکه فکر چیه، فکر اصلا از کجا اومده. ولی این دوتا موضوع رو ما مدام بررسی میکنیم. یک، من حقیقی، دو، من دروغین که ریشه و پایش میره تو ترس از دوست داشتنی نبودن، اضطراب، کنترل، غرور، سیستم باید نباید، من ایدئال، تنبیه، پاداش و بقیهش. تا اینجا میشه من دروغین و خویش حقیقی. و نیاز داریم ما بچه ها به شدت خود صادق باشیم. اونی که بخواد به اون آگاهی محض برسه به اون خود صادقیه نیاز داره. به هر میزان خود صادق باشی، به هر میزان با خودت صادق باشی، صیقلت بیشتره. و قول مولانا هر چی صیقلت بیشتر باشه در بادیه حیرت بیشتر بهت بیشتر میبینی. خیلی ساده. حالا امروز اگر میخواستم با من دروغینم شروع بکنم خودم رو بشناسم هیچ هدفی نداشتم. میشد فروید، میشد یونگ. ولی در حیطه روانی و من دروغینم باید بشناسم تا به خود حقیقیم برسم. ببینم من کیستم. هیچ کدوم از اینا من نیستم. من نه افکارم، نه احساسم، نه باورم، نه الگوام، ولی همش هم هستم. در یک تضاد بی نهایت شدید. خب پس در جلسه بعد بچه ها این مباحث میدونم یه مقدار واسه اونایی که تازه اومدن تازه گوش میدن سنگینه، ولی اینا اینقدر تکرار میشه تا شخص بتونه متوجه بشه که بخشاش آروم آروم واسهش باز بشه تا ببینه چیه. انشالله مبحث بعد بچه ها در مورد افکار من صحبت میکنم که اصلا فکر چیه، فکر چجوری تولید میشه، چجوری شاهدش بشیم، احساس چیه و
آروم آروم ریشه و اصلش رو پیدا میکنی. خیلی هم ممنون و متشکر از تماشای ویدیو.